میکنیم. بچه ها درس های گذشته ما شما که موضوعهای حاصله فونکسیون نشان دهندگی و حاصله فونکسیون لگاریتمی تمام کردیم. تمام. یک بار دیگر اون فرموله هایی که باید درسان ما آزاد کرده بودیم و اثبات کرده بودیم برو برده بودیم یاد شما بیاریم. دانش ها باید چون کنیم تکرار میکنیم ریفرش میکنیم و قبل انگلیسی ها چون کنیم ریفرش. بچه ها یکم فرموله که ما شما که اثبات کردیم و گفتم که شما باید حتما آزاد کنید این فرموله حاصله فونکسی لگاریتم ناتورالی بوده. لگاریتم ناتورالی از x کنی چیزی رو برابر کنید یک تقسیم x همه از اون دانه خیلی عالی. اگر همین فونکسی مرکب باشه مثلا انگلیسی بسیم شد کامپوزیت فانکشن باشه این چیزی میشد ln از مثلا u باشه یک تقسیم او ضرب او شده. بله یک تقسیم او ضرب او شده. اگه او شده یک ضرب میشه کو همون بیتون یک بار صورت مثلا جای کم گرفتن امروز موضوع کمتر جو داره. فهموان همین فرمول همه میدونن آفرین. دوم قسم فرموله هایی که ما اثبات کردیم بود شما باید که ازیاد کنید بود این حاصله فونکسی از فونکسی لگاریتمی لگاریتم اساسی a از x سه برابر بود. کی میگه x ضرب ln از آفرین یک تقسیم x ln از هم تو بودن باشه. اگر همین چیز فونکسی مرکب باشه چی مثلا لگاریتم a از u باشه حاصلش برابر یک تقسیم ln از ضرب او تقسیم یک تقسیم او ضرب ln از فهمو این فرموله. بعد انا همین که ما حاصله فونکسیون لگاریتمی تمام کردیم گویمه میشه. انا گذاشتیم حاصله فونکسیون نشان دهندگی بعد سوم فرموله حاصله فونکسی مثلا ی از x سه برابر ی از x خودش بعد تمام. اگر این فونکسی مرکب شود چی؟ یه درجهش سه برابر درجه ی از او ضرب او مشترک همون گشته همین فونکسی داخلی یک بار دیگه سه گرفتیم حاصله. فهمیدید؟ چهارم قسمی فرموله ها کی شما که گذاشتین و شما باید که از یاد دانید حتما این ان نشان دهندش x حاصلش نشان دهندش x ضرب ln از ان نشان دهندش x ضرب ln از آفرین. اگر این کامپوزیت فانکشن شود چه میگیم نشان دهندش از x درجهش u درجهش u ضرب ln میتون یوش رو پیش بگیریم تمام. انا این قسم فرموله همه باید از یاد داند و نمونه یا مثال های ساده ترین هر فرموله استفاده برده حل کرده تانه فهمید. انا دیگر قسم گذاریم. امروز موضوع درس ما فونکسی ابتدایی فونکسی های من نشان دهندگی و فونکسی لگاریتمی. پیش از درس سرگردن یک بار باید دانش‌های پیشتر ما یاد بیاریم. اول سالانه من شما با فونکسی ابتدایی چیست گذاشته بودم. همین قاعده فونکسی ابتدایی یاد کنده های یعنی کی گفته میتونه یک بار دیگه من یادتون میبرم گوش کنید تعریفش این خیلی بود فونکسی اف کلان از x بله یک بار استاپ فونکسی اف کلان از x برای فونکسی اف خورد از x فونکسی ابتدایی نامیده می شود اگر حاصله از اف کلان از x حاصله گیرد و اف خورد از x برابر شود. فهمومی نمی یک بار دیگه تکرار میکنیم. فونکسی اف کلان از x برای فونکسی اف خورد از x فونکسی ابتدایی نامیده می شود اگر از فونکسی اف کلان از x حاصله گیریم اف خورد از x چه شود؟ حاصل شد. بیتون فونکسی هایی نشان دهندگی سر بکنیم. یکم فرموله که امروز شما باید از یاد دانید این است که پیاده من میگم
فونکسی ابتدایی f کلان از x فونکسی ابتدایی برای فونکسی f خود از x a نشان دهندش x a نشان دهندش x این a نشان دهندش x تقسیم ln از a پیروزی c است. یک بار دیگر فونکسی ابتدایی برای فونکسی نشان دهندگی a نشان دهندش x و چی برابر بود است؟ a نشان دهندش x تقسیم ln از a پیروزی c در اینجا دائمی یاد کننده بودن گذاشته بودیم. خیلی موضوع اینتگرال هم دارم. انا کو اینو اثبات کردم در کار. این تئورم رو چیکار کردم در کار؟ اثبات کردم در کار. بیت اثبات می‌کنیم. موافقی تعریف فونکسی ابتدایی اگر ما از f کلان حاصله گیریم اگر باید چیزی برود f خود از x برابر شود. بطور از این چیز حاصله بگیریم значит f کلان از x حاصلش این a نشان دهندش x تقسیم ln از a پیروزی چیز دائمی c. نگاه کنید بچه‌ها همه گونه عدد دائمی یا کانستانت یا حاصلش چند برابر 0 اینجا حاصله جمع سوم همه خیلی این حاصله گرفتن ما لازم اسی هم حاصله گرفتن ما لازم اگه اسی حاصله گیریم اگر 0 اگه یگانه از من این چیز حاصله گیریم شد значит این بچی برابره a نشان دهندش x تقسیم ln از a حاصله انا کو بچه‌ها ln از a اینجا یک عدد دائمی یک عدد حقیقی یک تقسیم ln از a کوفیسیانت میشه به a نشان دهندش x یعنی این چی معنا داره اینو تماشا کنید اینو نگاه کنید بچه‌ها یک تقسیم ln از a ضرب a نشان دهندش x نشان میشد کو هم خیلی است هم خیلی اگه یک تقسیم ln از a هم یگان عددی دائمی ده این حاصله رو گذاشته بودیم که حاصله k ضرب f از x حاصله چیزی برابر بود یعنی k تحت علامت حاصله چه بود برابر k ضرب f شریک از چه بود x هم خیلی بود انا کو یک تقسیم ln از a آفرین یک تقسیم ln از a بود ضرب چه میشه a نشان دهندش x حاصله a نشان دهندش x حاصله y درس زمانه a نشان دهندش x ln از a میشه حاصله با چی برابر بود a نشان دهندش x ضرب ln از تمام ln از a ضرب a نشان دهندش x ضرب ln از a اگه نگاه کنید چیزی های ln از a و ln از a اختصار میشه a نشان دهندش میموند a نشان دهندش x پس f کلان از x حاصله گیریم f خود از x برآمد می درآمد این تئورم ما درست بوده است یکم فرموله که باید شما از یاد کنید اگه اینا به نمود اینتگرال هم رسیدگی بودیم اما یادتونه همینه این اخمیست تماشا کنید اینتگرالی یعنی فونکسی ابتدایی فونکسی نشان دهندگی a نشان دهندش x dx حتما میموندیم یادتونه همین این به چی برابر بوده است a نشان دهندش x تقسیم ln از a پیروزی c من این فرمولا باید که از یاد شود بلش بچه‌ها من یک نمونه اگزمپل چی ساده میگیرم اگزمپل تماشا کنید بچه‌ها مثلا 3 نشان دهندش x dx همین چیزه فونکسی ابتداییش یعنی اینتگرال گیر از این چیز اینتگرال عملی فونکسی یافتنی فونکسی ابتدایی را عملی چی میگفتیم اینتگرالی تمام 3 نشان دهندش x کدام فرم استفاده می‌کنیم 3 نشان دهندش x تقسیم ln از 3 پیروزی c یکان جایی دشواری دارد نیست آسان تمام گذاشتیم دیگر تیمه بعد دویم فرمولایی که ما باید همراه شما دیده بریم انا فونکسی ابتدایی f کلان از x برای فونکسی f خود از x یه نشان دهندش x با خودش است پیروزی c به این چیز اثبات نکنیم هم میشه در حقیقت هم این چیز حاصله گیریم اگر یه نشان دهندش x حاصلش با یه نشان دهندش x خودش میشه پیروزی c حاصلش ناقص اگر به نمود اینتگرال نویسیم خیلی اینتگرالی یه نشان دهندش x dx و چی برابر بوده است یه نشان دهندش x پیروزی c تمام
اینک آمدیم سوم فرموله بر سوم فرموله که ما شما که این دوم فرموله برای اعضا اهم فرموله اعضا آسان ترین هیچ عقیق نمی‌کنه انا اکنون فونکسی ابتداییش یافتن ما لازم برای فونکسی لگاریتم ناتورالی ln f از x برابر ln از x من میگم که بچه‌ها فونکسی ابتدایی برای فونکسی f خود از x برابر ln از x این x ln از x مینوس 1 پیروسی c است پیروسی چند؟ c است بیتون در حقیقت اثبات میکنیم که آیا درست است یا نه برای این چیکار میکردیم؟ حاصله نه این چیز حاصله میگیریم تمام اثبات نگاه کنید f کلان شریک از x برابر همه فونکسی رو مینویسیم خوش پیروسی دومی c حاصله اینک اکو حاصله از عددی بزرگ نورده برابر اینا من نظر نمیگیرم اینجا نگاه کنید حاصله چیزه؟ ضرب حاصله ضرب در اول کدام فرموله بود یعنی او ضربی و او اشتراک ضربی و جمعی او ضربی و اشتراک همین خیلی بودن؟ تمام او جوشان چند های؟ x و یا چی؟ ln از x میشه تمام x حاصله چند برابر؟ یک به هم یک ننویسه من میشه حاصله بر ضربی انا این چیز ln از x مینوس 1 جمعی انا x خودش ضربی انا این چیز حاصلش ln از x ما حاصلش چند برابر بود؟ یک فرمول یک تقسیم x ln ضرب یک تقسیم x مینوس یک حاصلش چند برابر؟ 9 نمی‌نویسم نگاه کنید انا x کسی x برافت مینوس یک و پیروس یک نال شد ما چیزه ln از x فرمول اثبات شد یا نه در حقیقت اینو بهتا های f کلان از x حاصله گیریم با f خود از x برآمد کو من ln از x فهمید تمام چهارم اینم فرمول از اول نمود اینتگرال نیستم اینتگرال ln از x dx چه برابر است x ln از x مینوس 1 پیروسی دومی چنزه c چهارم فرموله که ما باید از خود کنیم اکو لگاریتم ناتورالی بوده لگاریتم اساسی دلخواه باشد چی f کلان از x و فونکسی f خود از x لگاریتم اساسی a از مثلا گریم x باشد چی این فرمولش هم شده است بچه‌ها x ln از x مینوس 1 انا این چیزی که بود تقسیم چیزی میکنیم ln از a پیروسی یکان دائمی چی c بیتون اثبات میکنیم برای اثبات کردن من اینجا جدا میکنم نگاه کنیم برای اثبات کردن از f کلان از x باید که چیزی گیریم حاصله گیریم بیتون حاصله میگیریم f کلان اشتراک از x برابر همه فونکسی رو بنویسیم x ln از x مینوس 1 تقسیمی ln از a پیروسی چیزه c حاصله نگاه کنید بچه با اهمیت باشم سی همه حاصله نال برابر نظر بنویسیم همینطور گفتم کیفیت ln از یک تقسیم ln از a پیشی سوم برود پیشی حاصله برود یک تقسیم ln از a ضربی یک دقیقه انا این صورت حاصلش x ln از x مینوس 1 چند برابر ما الان حاصله گیتی کی بچه‌ها حاصله چند برابر ln از x بر لگاریتم ناتورال از x پس جای انا این حاصلش به چند می‌نویسم من ln از x یعنی این ln از x تقسیمی ln از a لگاریتم a از x نشد کو لگاریتم a از x نشد چند کرده یا ما خطا کردیم بله این برابر میشه در لگاریتم اساسی a از x چون به این خیلی میشه اعضای کدام فرمول لگاریتم من شما به یک فرمولی اثبات اساس دیگر رو گذاریم یعنی فرمول گذاریش و اساسی دیگر آفر همون فرمول من به یادم که میارد یادم بوده است لگاریتم a از b مثال یکان لگاریتم اساسی 3 بگیریم
لگریشمی نه اساس سه از به همیشه بود اینجا نگاه کنید لگریشمی اساسی یه ده تمامی یعنی که لگریشمی اساسی بیت انمی لگریشمی اساسی a از x رو به اساسی یه بیاریم مثلا این خیلی شد لگریشمی اساسی a از x برابر لگریشمی اساسی یه مود سه برابر بود الان با ولادت لگریشمی اساسی یه از x وقتی تو میگویی این معنای این جاش رو نوشتش همه سرنسی که الان از x تمام الان از x تقسیم الان از چیز a پس ما جای الان از x تقسیم الان از a با اینجا بود این اول موضوع میتونی هرچ به هم برو و من این چیزم 20 بود شد این چند دو فرموله اول نمودی اینتگرال نویسیدی اما تمام شد بچه اینتگرالی لگریسمی اساسی a از x dx آیات نبود نوشتن با وقت میشد که dx دیفرنسیالی آرگومنت آیات میبرد برابر چه برابر بود است x ln خاص ln از x مینوس یک تقسیم ln از چیز a پینوس یکان دویمی سه سی فهمیدیم این بچه‌ها با بالای همین درس من امروز درس می‌کنم یک بار بریف سامری می‌کنیم خلاصه‌ای کوتاه کدام چیزهای ما از خود کردیم یکم فونکسی ابتدایی برای فونکسیایی نشان دهندگی نشان دهندش x و نشان دهندش x تقسیم ln از a برابر بود است پیروزی سیشه که من هر بار نگان خودتون در ذهن خودتون دو نگاه دارید مالش هر بار گپ کم کنم دوم نگاه کنید فونکسی ابتدایی برای فونکسی y از x خودش بود است پیروزی سی نگاه کنید سوم فرموله فونکسی ابتدایی برای فونکسی ln از x ln از x مینوس یک در داخل خلف بوده است پیروزی سی در ذهن خود نگاه دارید همیشه هر بار نمیگویید چهارم فونکسی ابتدایی برای فونکسی لگریسمی a از x سه برابر بوده است x ln از x مینوس یک در داخل خلف تقسیم چیزه ln از a پیروزی سی رو در خاطر نگاه دارید دو تا دیگر چیز بولی همه این درس رو ادامه میکنم ما چاره که یک انده اینتگرال گذاشتگی اینتگرالی نو معین بود و اینتگرالی چیز معین بود اینتگرالی نو معین مجموعه همه فونکسی های f از x بود هم فهمید f کلان از x بعد همه خانواده فونکسی ها رو در بر میگرفتن همه پیروزی سی میمونید درست می اینتگرالی معین این خیلی نه اینتگرالی معین حدود داشت حدود پایانی و بالایی اینا بر همین وقتی که اینتگرالی معین رو یاد میگوید در مسئله ها شما فونکسی ابتدایی یافته و نزد فونکسی ابتدایی چون کنید خطی ورتیکالی خطی عمودی را کشیده حدودهای میمونید بعد حدود بالایی میمونید مینوسی حدود پایانی میکنید یگان قیمتی معین میبرید اینتگرالی معین دیگر خیلی کرده گوییم چه میفهموند مساحتی ترپیزی کج خطه فهموند باز همون موضوع ها رو برمیگردیم یک بار دیگر این سر فرموله های نوکتی فرموله های فونکسیون نشان دهندگی فونکسی لگریسمی کسی فهمو ما اینتگرال حساب میکنیم اینتگرال معین حساب میکنیم مساحتی فیگوری با خط های داده شده محدود را چون کنیم میابیم فهمو تمام